چنل جدید زدیم، دمتون گرم که روی این ویدیو کلیک کردید. امروز همونجور که از روی تامنیل ویدیو دیدید قرار بریم سراغ ویدیوهای ترند شده اینستاگرام که میشه گفت همون اینستاگرام گردی. و تو که روی ویدیو کلیک کردی، اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک و کامنت اصلا فراموش. حرف اضافی باقی نمیمونه، بریم سراغ این خزوخیل نیستن که، بریم سراغ این ویدیوهای باحال. خزوخیل هم داره توش. مثل من نمیبینی؟ اگه دیدی زیارت صدا اینم زیاد بود. چته؟ تو خیلی لاغری، خجالت میکشم بگم تو دوست پسرمی. میشه دختر هستا، میشه برگردن تو خیلی خوش. بذار تو جلسه بشی میری باشگاه. بعد الان تو آخه وایسا موسو من سر ویدیو قبلی پاره کردم. وایسا شما وصل نشده مست واقعا به فاک رفت. اینجا یه تغییر به من، اینو این چه تغییری کرده؟ فقط لباس به ماچ ایرانو نیستم پیشتا داره کاسرولو نیستم داره تهرانو بیستم سرط پاره. آره علمو تو نیستم 5 شوره اسپیدی ریختم چند تا شوره پیشت به ماست ولی با تو پداله. آره میارن همکارا هیل اول کارتون از برات لاستیکم میره تهران کن اولا سام جیوان میشه امسال شد یا تاقن ماشین اسیسا نیسان تو میریزیم ریم ناتیفا میاده دینگ 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 من بای اسپیدی ریسینگیم کامنت خوب میشه پیم چقدر باحال بود. وای عالی بودی. الان فوش خار مادر داره میکشه، اینجوری نبینش اینو. الان هرچی از دهنش در اومد میو میو کردی. ها يلا راح. لا هنا يا غبي، هذا بيتك. هي مع السلامة. محمد أنا حامل. بوسي. ممنوع قبل الزواج. چی شد؟ میگه من بعد میگه که بوس بده، میگه بوس کردن قبل ازدواج. حالا که پول دارم به دوست داشتنت نیازی نیست. سیکتیر. پول داری الان پول داری. خیلی پاز میزنم نه؟ حالا صحنه دیدنی زیاده. شما دقت توی کات رو ببین، اصلا باید ایشون پک بفروشه. ایشون میگیرم میبرن تیمارستان. چه سیسی هم گرفته. وای نیست هیچی قشنگتر از بودن دلبر. يلا راح. این دوباره اومد. لا هنا يا غبي، هذا بيتك. هي مع السلامة. مع السلامة. اشتباه فنی بود، ببخش. منتاشو وایسا. وقتی از اسلام شهر پکیج ادیت میگیری اکبر به ووزا پیوست. الان یکی میاد میگه ادیت.
نمیدونم این ویدیو رو قرار کجا آپلود کنم راستیتش، توی چنل 1000 تاییمون یا یه چنل جدید اونا نمیدونم، برنامه خاصی واسش ندارم، ولی هر کجا که آپلود شد شما لایک و کامنت و ساب رو فراموش نکنید. دمتون گرم. من نمیخوام ویدیو بره بالای 10 دقیقه واسه همین وقتتون رو نمیگیرم. دمتون گرم، مراقبت کنید تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار. Talking to